شاهنگ خونه من از آرتور کوروش. نیاز به کاپو داریم. کاپو رو فلوت 4 میزنیم و آکورد بسیار ساده‌ای داره که آکورداشو نوشتم و داخل ویدیو قرار میدم و اگر دوست داشتید بهم پیام بدین تو تلگرام، آکورداشو واسهتون میفرستم. بریم سراغ ویدیو. خب آکورد بسیار ساده‌ای داره: لا مینور، سل ماژور، می مینور، دو ماژور، ره مینور، یه رساس هم داره و دیگه همین چند تا دونه آکورده. خیلی راحت، ریتمش هم خیلی ساده است. بریم سراغ آهنگ که بسیار ساده است و زیباست. امیدوارم که از این آموزش لذت برده باشین. تا آموزش دیگه، خدا نگهدار.